سلام آبش هموطنان عزیز، قبل از همه به خرد و بزرگ ناحیه خاولینگ و به هر یک شما حاضرین گرامی برای پذیرایی صمیمی رهبر دولت عرض سپاس کردم. به خاندان همه ساکنان ناحیه فیض و برکت و روزگاری آباد و آسوده آرزو می نمایم. سلام آبش. امروز ما با نتیجه های زحمتی اعلانه ساکنان ناحیه شناس شدیم و اعتماد حاصل کردیم که طی سالهای آخر رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه خاولینگ و دهات آن وسعت تازه گرفته، شرایط زندگی مردم آن خیلی بهتر و سیمای ناحیه زمانوی و زیبا گردیده است. امروز بعضی کوچه‌ها از خود جماعت دهات لاوتی من تا مرکز ناحیه دیدن کردم، خیلی 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 تغییرات است. انا همین هم هست. اگر ما سرجم باشیم، اهل سرجم باشیم، با صبر و تحمل باشیم، دست همدیگر را گیریم، نه اینکه ناحیه خاولینگ تاجیکستان به گلستان مبادل میگردانیم. من سپارش دادم که کسالخانه حاضره ناحیه رو تعمیر و ترمیم کنند. پرابلم ساحه تندرستی ناحیه پورا که حل و فصل میگردد. این بسیار کاری سبب. مردم سرسام نمی شود، سرگردان نمی شود. هر یک مریض امکانیت به شهر کلاب و دوشنبه و باختر رفتن را ندارد. ما شرایط را در خود همینجا مهیا کردن آماده کار است که مردم ما اذیت نکشد. من از ناحیه واسه به شما راه آوردم، راه زمانوی از ناحیه دنغره تا ناحیه خاولینگ امروز پوره راه به استفاده داده شد. 86 کیلومتر راه به دوشنبه نزدیک گشت. این زیاده از یک ساعت راه وقت گوین رفت آمد، مال و محصولات بردن، تجارت. از همه یک چیزی مهمش که مهمانخانه ساختن در کار، چون که آمده رفتی سیاحان و تماشابینان به نهایت ده چند زیاد بشود. به نهایت ناحیه خاولینگ یکی از ناحیه‌های کهن‌ترین قدیم‌ترین خلق تاجیک به شمار می‌رود. از همین جا ما حالا آموخته ایستادیم، با 40 دختران گذشتن، همگی 10-12 کیلومتر راه ساختن در کار. از همین مسیری که راه شده است، اگر این وای کنیم یک مسیر سیاحی دیگر با 40 دختران می‌شود. یعنی راه‌ها دیگر وای است. این میدانید چقدر خودی سیاحان داخلی، مردم خودی داخلی جمهوری تاجیکستان آرزوی هوس از 40 دختران دیدن را دارند. ما ماه سپتامبر راهی شهر کلاب مومن‌آباد 26 کیلومتر را شروع میکنیم. من باوری کامل دارم که با سطح درجه عالی ما تا 30 سالگی به استفاده میتیم. راهی بالجوان سری خاصار ساخته شده ایستاده است. در دنیا کار نمیشدگی نیست، فقط ذوق داشتن مونده کار. ذوق داشتن مونده کار، حسی بلندی ملی داشتن مونده کار، وطن امون دوست داشتن مونده کار، صدقاً کار کنیم. فقط یک فکر خودمون نکنیم، فکر آینده نسل‌های فرزندا و نبیره و ابیروی خودمون کنیم. بی فکر ملت و آبروی دولت تاجیکان کرده کار و زحمت کنیم، همش میشود. ناحیه خاولینگ یکی از منطقه‌های خوشباد هوای مملکت و دارای امکانیت‌های فراوان استحصالی بوده. مردم زحمت قرینی آن با استفاده از شرایط مساعد اقلیم و ذخیره‌های بای طبیعی برای بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی، پیشرفت دیار و کشور خویش سهمی وطندوستانه خود را گذاشته ایستادند. تمام ساکنان کشور هر روز شاهد به استفاده دادن انشاءات مختلف اقتصادی و اجتماعی هستند و درک کردند که حالا روند آبادانی و سازندگی در سراسر مملکت به یک جبهه بزرگ تبدیل یافته است و مردم با ننگ و ناموس ما به خاطر آباد و زیبا گردانیدن دیار خود صافدلانه زحمت کشیده ایستادند. بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نو استحصالی، بناهای خوشتر اجتماعی یعنی مؤسسه‌های تعلیمی و طبی، راه و پل‌های نو، تعمیر و برقرارسازی انشاءات موجوده و فعالیت منظم مؤسسه‌های خدمت‌رسانی در تمام کشور
از جمله نایه خوالین دلیل روشنی سال تا سال آباد و پیشرفته گردیدن سرزمین بیشتازهایمان می باشد. با استفاده از فرصت به همه مردم سربلند نایه خوالین که در برابر ساکنان دیگر شهر و نایه‌های کشور برای آبادانی وطن اجدادی خود با حس بلند مسئولیت و افتخار وطنداری زحمت میکشند، منتداری صمیمی بیان مینمایند. سلامت باشید. صاحبکارانی که سهمگذار بیشتر بودند، مبلغ‌زاری کردند، بنیاد کردند در بنیاد راه‌ها، پل‌ها، دیگر انشاءات اجتماعی، این حسنов عبدالله، سفرов ظفر، مامدov علیخان، نه دوستان عزیز، بیشتر از همه حصه‌گذار، مبلغ‌زار از حساب درآمدهای خودشان برای انشاءاتی که تا امروز ما در مرکز نایه و جماعت دیهاتی لاتی و دیگر گوشه اهالی نشین نایه خوالین به استفاده داده و ساختمانشان رفته ایستادند. من همین شخصیت ها هستم. ما از نام خود، از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام مردم نایه خوالین با این کسا یک جهان تشکر و منتداری بیان میکنیم. برای کاری ثواب، کاری خیر، اولاد با اولاد هفت پشتتان دائما دعای نیک میکنند. امروز دیه خوالین که مرکز ماموری نایه خوالین محسوب می‌یابد با یکی از موضوعهای اهالی نشین از لحاظ اجتماعی و فرهنگی مهم تبدیل یافته، رشد اقتصادی و افزایش شماره اهالی آن طرف وسعت گرفته ایستاده است. با در نظر داشت این روند 8 ایولی سال جاری حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول کرد که طبق آن به دیه خوالین مقام شهرک داده شد، یعنی شهرک خوالین. طبق معلومات به استقبال ارزنده جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نایه خوالین ساختمان زیاده از 330 انشاءات و بناهای اجتماعی و خدمت‌رسانی، کارخانه و کارگاه‌های بافندگی و دوزندگی و کارکرد محصولات کشاورزی به نقشه گرفته شده است و کارهای آبادانی و بنیادکاری روز به روز وسعت یافته ایستادند. تا امروز از جانب صاحبکاران محلی بنیاد از نوسازی 110 مؤسسه و انشاءات خدمت‌رسانی به اتمام رسیده 51 کیلومتر راه‌های محلی تعمیر گردیدند و در مسافه 4 کیلومتر کارهای ساحل مستحکم‌کاری به انجام رسانیده شدند. اینچنین 15 خانه استقامتی برای 15 عائله بنیاد و برای 15 نفر قطعه زمین جدا کرده شده است. 6 مؤسسه تعلیمی برای 2300 نفر خواننده، 12 صنفخانه علاوگی با 240 جای نشست، 5 مرکز سلامتی، 5 میمانخانه، 18 مرکز خدمت‌رسانی و سودا، 2 میمانخانه دارای 170 کت، باغ فرهنگ و فراغت و گلگشت زمانوی با میدان پرچم و نشانی دولتی در مرکز نایه، امفی‌تئاتر و 1000 جای نشست، 2 بینای ماموری جماعت دیهات، 4 کارگاه دوزندگی با 100 عدد دستگاه، 3 کارگاه کشوراری، 10 ورزشگاه خرد، تالار ورزش و میدانچه بازی کودکان، چندین تولدخانه و داروخانه، کتابخانه و آشخانه، حمام و سرتراشخانه و دیگر انشاءات اجتماعی و خدمت‌رسانی ساخته و استفاده داده شده است. علاوه بر این فرودگاه نایه تعمیر و برای استفاده آماده گردیده در محل‌های اهالی نشین به مسافه 6 کیلومتر خط برق، 11 کیلومتر خطهای آب نوشاکی کشیده شدند و 21 کیلومتر کوچه و خیابان‌ها، چراغان و 500 گکتار زمین آبیاری گردیده است. برای آبادانی و گذارکنی محلات زیاده از 30,000 بیخنیال شنانده، 140 گکتار باغ‌های نو از جمله 16 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد گردیدند. علاوه به کارهای ذکر شده، همچنین 116 خانه اقامتی و 10 انشاءات و بناها از جمله مؤسسه‌های تعلیمی، مرکزهای سلامتی،
мактаби мусиқӣ 13 километр роҳҳои мошингарду 8 пул бинои шӯъбаи корҳои дохилӣ варзишгоҳи марказӣ ва иншооти дигар аз таъмири асосӣ бароварда шудаанд. мо дар ҷамоати диёти лоотӣ мактаби ҳозиразамон ба истифода додем барои 900 нафар. мактаби кӯҳна таъмир шуда дар назди ҳамин мактаб аст. имконият бениҳоят ва сатҳи дараҷаи аъло аст. имсол аз тамоми хатмкунандагони ҳамин мактаб 80% аллакай ба донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат дохил шудаанд. квотаи ноҳия чанд аст? 21 нафар. 15 таи дига илова. 15 та. аз 1 сентябр 15 нафар тибқи нақшаи тасдиқ гардида аз ҳисоби ҷалби сармояи мустақими дохилӣ ва соҳибкорони ватанӣ маблағзории 88 миллион сомонӣ пешбинӣ гардида то имрӯз ба маблағи умумӣ зиёда аз 53 миллион сомонӣ корҳои сохтмону ободонӣ ба анҷом расонида шуд. ҳукумати мамлакат дар доираи татбиқи стратегияу барномаҳои давлатӣ ва тавассути андешидани тадбирҳои пайваста барои расидан ба ҳадафҳои миллӣ тамоми захираву имкониятҳоро сафарбар намуда дар давраи соҳибистиқлолӣ барои рушди ноҳияи ховарӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои бюджетӣ беш аз 400 миллион сомонӣ равона кардааст. бо мақсади таъмин намудани рушди бомароми ноҳия дар 3 соли охир 122 миллион сомонӣ равона гардида танҳо барои соли ҷорӣ беш аз 43 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. ҳоло дар ноҳия 9 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ дар соҳаи маориф ва нақлиёту кишоварзӣ амалӣ шуда истодааст ки маблағи умумӣ дар доираи онҳо то имрӯз аз худ шуда қариб 230 миллион сомониро ташкил медиҳад. соли 2018 барои дастгирии соҳибкории хурду миёна аз ҷониби бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ 5 миллион сомонӣ қарз дода шудааст ки назар ба соли 2017 1,3 миллион сомонӣ зиёд мебошад. аммо ин нишондиҳанда дар муқоиса бо 3-4 соли қаблӣ коҳиш ёфтааст ки чунин ҳолат беш аз ҳама натиҷаи фаъолияти номуназзами ташкилотҳои қарзӣ буда зарур аст ки камбудии мазкур ҳар чӣ зудтар бартараф карда шавад. тибқи маълумоти оморӣ соли 2018 дар корхонаҳои саноатии ноҳия ба маблағи 290 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шудааст ки нисбат ба соли 2017 12 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар 5 моҳи соли ҷорӣ аз 12 корхонаи саноатии ноҳия танҳо 6 корхона фаъолият карда дар онҳо ба маблағи ҳамагӣ 47 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол шудааст ки дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2018 34 миллион сомонӣ ё 44% кам мебошад. чунин вазъ нигаронкунанда буда аз роҳбарони ноҳия ва масъулону мутахассисони корхонаҳо андешидани тадбирҳои бетаъхирро тақозо менамояд. дар ҷамоати диёти сари хосор мо дар корхонаи хурди коркарди гиёҳҳои шифобахшро вай кардем 20 ҷои корӣ ҳозира шуда лекин оянда вай мекунанд аз гиёҳҳое ки аз худи ҳамон деҳот аз ҳамон маҳал ҷамъоварӣ мешуд. хуб аст ноҳияи ховарига метавонад аз ин бузургтар корхона бунёд кунад бастубанд мекунад ба содирот. барои беҳсозии нишондиҳандаҳои соҳаи саноати ноҳия ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва вазороти идораҳои марбута зарур аст ки бо дар назардошти имкониятҳои мавҷуда ба бунёди корхонаҳои коркарди мева аз ҷумла истеҳсоли шарбату нӯшокиҳои мевагӣ маҳсулоти ширӣ ва истеҳсоли масолиҳи сохтмон эътибори ҷиддӣ зоҳир намоянд. ҳамзамон бо ин зарур аст ки захираҳои табиии ноҳия аз ҷумла тилло ба таври самаронок истихроҷ ва коркард карда шуда саҳми ин бахш барои бошуғл таъмин намудани аҳолӣ баланд бардошта шавад. яке аз омилҳои муҳими рушди шаҳру ноҳияҳо таъмин будани иншооти иҷтимоию иқтисодӣ бо нерӯи барқ ба ҳисоб меравад. гарчанде дар давоми 1 сол дар ноҳия 9 трансформатори барқӣ зиёда аз 150 симчӯб ва 15 километр ноқилҳои барқӣ насб карда шуданд лекин аз истифодаи нерӯи барқ маҳрум будани 5 диҳаи ноҳия ва ба зиёда аз 7 миллион сомонӣ расидани маблағи қарзии истифодаи барқ яке аз мушкилоти ҷиддии ноҳия мебошад ки бояд ҳар чӣ зудтар ҳаллу фасл карда шавад. соли 2018 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳия
175 میلیون سومانی را تشکیل داده، در مقایسه با سال گذشته 10 میلیون سومانی زیاد گردیده است. در 5 ماه سال جاری حجم استحصال محصولات کشاورزی به بیش از 9 میلیون سومانی رسانیده شده است که نظر به همین دوره سال گذشته 320 هزار سومانی زیاد می باشد. وابسته به مسئله رشد ساحه‌های کشاورزی من دائم تاکید می نمایم که از خودکنی زمین‌های نو و استفاده عاقلانه آنها، برقرارسازی باغ‌های کهنه، بنیاد باغ‌های نو، تأمینات با آب پالیزی و تطبیق تکنولوژی‌های معاصر عامل‌های اساسی افزایش دادن محصولات کشاورزی و با همین وسیله عملی نمودن یکی از هدف‌های ملی امان حفظ امنیت غذاخواری به حساب می‌رود. هرچند که سال 2018 در ناحیه 120 گکتار باغ‌های نو بنیاد گردیده، 15 گکتار باغ‌های کهنه برقرار و 3 نساز آبکشی به کار درآورده شدند، ولی با آب تامین نبودن 1600 گکتار زمین‌های کشاورزی، نبودن سردخانه‌ها، کارگاه‌های کارگرد محصولات کشاورزی، رعایت ناکفایی اگرتکنیکی پرورش زراعت و کارکردی باغ‌ها، کارناشایان گردیدن تکنیک و تجهیزات کشاورزی، نارسایی تخمی‌های خودصفت غله‌دانگی و کارتاشکا برای رشد ساحه مشکلات به میان آورده است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و ناحیه خوالینگ وصیت دارند که در همکاری با وزارت‌های کشاورزی، مالیه، رشد اقتصاد و سودا، کمیته‌های دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، اداره زمین و گردیزی، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری جهت رفع مشکلات جای داشته تدبیرهای ضروری اندیشید. علاوه بر این مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه را ضرور است که یکجا با وزارت کشاورزی و دیگر ساختار و مقامات دخلدار با مسئله استفاده ثمرات زمین اهمیت جدی ظاهر نموده جهت با اصولهای معاصر و راماندن پرورش درختان میوه دهنده، یعنی با استفاده از آبیاری قطرگی، بنیاد کردن باغ‌های اینتنسیوی و افزون نمودن صادرات میوه از لحاظ اکولوژی تازه، اینچنین زیاد کردن میدان زمین‌های کشت کارتاشکا و افزایش دادن سرشمار چاره‌های خودساخت چاره‌جویی نماید. سال گذشته در ناحیه زیاده از 61 تن عسل استحصال کرده شده است، ولی این نشان دهنده نسبت به امکانات‌های ناحیه خیلی پست میباشد و ضرور است که برای زیاد کردن عائله زنبور عسل تدبیرهای علاوگی اندیشیده شد. چونکه این ساحه یکی از راه‌های افزایش دادن جای کاری، درآمد اهالی و صادرات محصولات میباشد. چونکه این ساحه یکی از راه‌های افزایش دادن جای کاری، درآمد اهالی و صادرات محصولات میباشد. حاضرین گرامی، در ناحیه تا امروز با استفاده از امکانات‌های موجوده در سمت بهتر کردن وضع راه‌ها و خدمت‌رسانی نقلیاتی یک سلسله کارها عملی کرده شدند. اما تا امروز در این سمت کمبودی و نارسایی‌ها به مشاهده می‌رسند. از جمله تا حال کم بودن خط‌سیرهای بین دیه‌ها که از مرکز ناحیه در مسافه خیلی دور قرار دارند برای ساکنان مشکلات زیاد پیش آورده است. رهبران ساختارهای مقامات محلی وظیفه دارند که دایر به حل این مسئله با استفاده از امکانات‌های خودی چاره‌جویی نمایند. هرچند که برای تعمیر و تجدید راه‌های حدود ناحیه منتظم مبلغ‌های ضروری روانه کرده می‌شوند، ولی تا به حال 208 کیلومتر راه‌های داخلی تعمیر طلب می‌باشد. باید گفت که آخر سال 2017 راه واسع خوانی را با مسافه 88 کیلومتر با مبلغ عمومی قریب 320 میلیون سومانی تجدید و از نوسازی کرده و استفاده سپارده بودیم که 48 کیلومتر آن و 180 میلیون سومانی از خراجات عمومی به حدود ناحیه خوالینگ راست می‌آید. امروز راه دنگره کانگور با جوان خوالینگ با مسافه 45 کیلومتر با 3 پلی ماشینگر طبق معیارهای معاصر پرراه از نوسازی و افتتاح گردید. این قطعه راه امکانیت می‌دهد که سفر مردم به شهر دوشنبه 1 ساعت کوتاه گردیده انتقال مال و محصولات با خراجات کمتر انجام داده شد. قابل ذکر است که طی 2 سال آخر در نتیجه بهتر گردیدن وضع راه‌ها در حدود ناحیه صدمه‌های نقلیاتی عموماً بقای گرفته نشدند. حالانکه سالهای پیش هر سال 10-15 صدمه نقلیاتی با عاقبت‌های وزین و حتی مرگ آدم‌ها رخ می‌دادند. همدیاران عزیز، ناحیه خوالینگ با تاریخ و فرهنگ غنی خود معلوم و مشهور میباشد، زیرا در حدود آن شماره زیادی
یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی از قبیل مزار سلطان اویس قرنی، باغ آثارخانه واسع، شهر مونک قدیم، باشگاه‌های آدمان عصر سنگ، معبد بودایی چپال موجودند که برای سیاحان داخلی و خارجی جالب می‌باشد. از این لحاظ تاکید می‌نمایم که آبادگاه داشتن موضع‌های طبیعی و تاریخی و هرچی بیشتر جلب کردن سیاحان داخلی و خارجی از جمله وظیفه‌های مهمترین راهبران و مسئولان ناحیه و کمیته رشد سیاحی به حساب می‌رود. علاوه بر یادگاری‌های نادر تاریخی و طبیعت زیبای این دیار، مهیا ساختن انفراستراکچور ضروری برای رشد سیاحی، بخصوص سیاحی طبابتی و اکولوژی و جلب سیاحان داخلی و خارجی یکی از واسطه‌های اساسی با جای کار تامین نمودن اهالی و بهتر گردانیدن سطح زندگی ساکنان ناحیه میباشد. تاکید می‌سازم که این روند باید مخصوصاً در دایره چارابینی‌های سال‌های رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی وسعت داده شد. با در نظر داشت اهمیت بزرگ مکتب و معارف برای آینده ملت و دولت، حکومت مملکت مبلغ‌زاری ساحه را سال به سال زیاد می‌کند. اگر مبلغ‌زاری به ساحه معارف ناحیه خاولین در سال 2010 6,4 میلیون سومانی را تشکیل داده باشد، این نشان دهنده از سال جاری به 19 میلیون سومانی رسیده است، یعنی قریب 3 برابر افزایش یافته است. در زمان صاحب استقلالی در ناحیه از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری 39 بینای نو و بیناهای علاوه‌ای در نزد مؤسسه‌های تعلیمی برای 4300 جای نشست با مبلغ عمومی 44 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شدند. از جمله سالهای 2017 و 18 و 6 ماه سال 2019 6 بینای نو برای 2300 جای نشست ساخته مورد برآورداری قرار گرفته است و حالا بنیاد 5 مؤسسه تعلیمی معاصر ادامه دارد. همزمان با این ساختمان از نوسازی 5 مؤسسه تعلیمی در حالت صدمه‌ای قرار داشته، 15 مؤسسه تعلیمی در دهه‌های نوبنیاد، بینای شعبه معارف، مرکز تحصیلات علاوه‌ای و مرکز دریافت و رشد استعدادها به نقشه گرفته شده است. حالا از نوسازی 2 مؤسسه تعلیمی صدمه‌ای، مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقم 27 برای 360 جای نشست و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 برای 480 نفر خواننده ادامه دارد. امروزها با مقصد دستگیری ساحه معارف از جانب صاحبکاران باننگ ناموس وطنی نیز اقدامات وطن دوستانه عملی شده ایستادند. شخصان همت بلند نهایت در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی از سال 2018 تا امروز در نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی بیناهای تعلیمی زمانوی برای 1270 نفر خواننده، اینچنین سیمخانه‌های علاوه‌ای ساخته و استفاده دادند. با وجود این در ساحه معارف ناحیه یک قطار کمبودی و مشکلات نیز به نظر می‌رسد که بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و وابسته به تبدیل مقام مؤسسه‌های تحصیلات عمومی اساسی و مؤسسه‌های تحصیلات عمومی به میان آمدن احتیاجات به 93 نفر آموزگاران اختصاصمند زبان‌های روسی و انگلیسی و فن‌های دقیق و گومانیتری از جمله آنها میباشد. چون این حالت در مؤسسه‌های تندرستی ناحیه نیز به نظر میرسد. با سبب نارسایی 22 نفر متخصصان اختصاصمند ساحه در سمت خدمت‌رسانی طبی با اهالی ناحیه مشاهده کرده میشوند. از این رو وزارت معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه را ضرور است که جهت با آموزگاران و طبیبان اختصاصمند تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی ناحیه تدبیرهای سری وقتی اندیش. حالا میخواهم اندیشه‌های خود را درباره بعضی مشکلات حل طلب ناحیه بیان نمایم که حل آنها از همکاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه با ساختار و مقامات دخلدار دولتی وابسته میباشد. شرایط کوهستان ناحیه خاولین برای باغ پروری، خصوصا باغ‌های اینتنسیوی، پرورش نیال‌های سیب و گلاس و ناک و آلو و رشد زنبور عسل پروری، کارتوشکا پروری و چاره‌داری خیلی مساعد است. بنابراین ضرور است که از خودکنی زمین‌های نو وسعت داده شود. در دوره گذشته فقط در یک مجموعه اگروصنعتی و چاره‌داری ناحیه خاولین 35,000 چاره‌های کلان شاخدار پرورش کرده میشد. ولی وضع امروزه پرورش چاره‌ها عموما قناعت‌بخش نیست.
حالانکه نایه قوانین برای رشد چاره‌داری ذخیره فراوان خوراک چاروا و چراگاه‌های تابستانی خیلی زیاد دارد. اینچنین ذخیره زیادی گیاه‌های شفابخش نایه امکانیت می‌دهد که فعالیت داروسازی و زنبوری عسل پروری ترقی داده شود. باید گفت که در گذشته زیاده از 2000 گکتار زمین نایه توسط 3 پایگاه و زیاده از 40 نساس آبکشی آبیاری کرده میشد که حالا آنها از فعالیت مانده‌اند. از این لحاظ агентии بهداشت زمین و آبیاری را ضرور است که باید به برقرار کردن اینفراستراکچور ذکر شده چاره‌های مشخص اندیشد. در حدود نهایت ده‌ها یادگاری و مکان و موضع‌های قدیمی تاریخی و فرهنگی موجودند که باید برای جلب سیاحان داخلی و خارجی هرچی بیشتر استفاده کرده شود. علاوه بر این ادامه دادن از نو به قیدگیری و از نو به حسابگیری زمین‌های نایه از جمله مسائل مهم می باشد که باید تحت نظارت مقامات دخلدار قرار داشته باشد. با سبب زیاد گردیدن آفت‌های طبیعی به کارهای ساحل مستحکم کنی دقت جدی دادن تامین نمودن دیه‌ها با آب تازه نوشاکی و برقرارسازی شبکه کاریز مرکز نایه نیز از جمله مسائل الطلب می باشد. دیگر اینکه در سمت برطرف نمودن سبب و عامل‌های فوت کودکان، تعمیر و برقرارسازی بیمارخانه‌ها و پورا گردانیدن جایهای خالی طبیبان بلند اختصاص باید چاره‌های بی‌تأخیر اندیشیده شوند. طبق تحلیلات ساکنان بعضی دیه‌ها از تماشای برنامه‌های تلویزیون مرکزی محروم می‌باشند که هرچه زودتر برطرف نمودن این مشکلی وظیفه کمیته تلویزیون و رادیو می‌باشد. همچنین ضرور است که با مقصد تشویق و ترغیب عنعنه‌های ملی و خدمت‌رسانی به مهمانان و سیاحان چایخانه ملی چیلچنار برقرار کرده شود. زیبا کنیتون های زمان چیلچنار چایخانه وای شدگی بود و اثرهای گذشته بود. حاضر استوهای زبردست ما به نهایت زیاد وای میکنند. برش اگر جا باشد نو ساختن در کار ولی شما دیدن در کار که چی میکنید. تاکید میسازم که با وجود کارهای تا به حال در ساحه معارف عملی گردیده زیاده از 20 مؤسسه تعلیمی در حالت صدمه‌ای قرار دارد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و نایه باید به حل این مسئله نیز تدبیرهای ضروری اندیشند. همدیاران عزیز، با استفاده از شرکت راهبران و فعالان و نمایندگان اهل جامعه نایه میخواهم یک مسئله بسیار مهم دیگر را به مردم شریف تاجیکستان خاطر نشان نمایم. بعد چند روز مردم مسلمان ما یکی از سنت‌های مبارک دین مبین اسلام عید قربان را تجلیل می‌کنند. حکمت اصلی عید قربان از آن عبارت است که مسلمانان در ضمیر خود با عبادت و نیایش و انجام دادن کارهای خیر و ثواب به خدای تعالی نزدیکی می‌جویند و به رضایت او امید می‌بندند. رسالت تربیوی و اخلاقی این عید در اظهار فروتنی و خاکساری، صمیمیت و صداقت، راستقولی و ارادتمندی در باور و اعتقاد و رفتار و گفتار ifade می‌یابد. در طول عصرهای زیاد تلقین ارزش‌های انسان‌پروری از قبیل خیر و احسان، دستگیری یتیمان و معیوبان، بیماران و رنجوران، پاس خاطر گذشتگان، عیادت پیوندان و خویش و تباران و اظهار همدردی با عزاداران از جمله بهترین فضیلت‌های عید سعید قربان به شمار می‌روند. در این روز ادا کردن نماز عید، انجام دادن مناسک حج و قربانی کردن از جمله فریضه‌های اسلامی میباشند. ولی هموطنان ما باید دانند که قربانی کردن و به جا آوردن مناسک حج تنها به آنها فرض است که امکانیت وسیع مادی دارند، یعنی زندگیشان از هر جهت تأمین و به مشکلات میباشد. آنهایی نیست که به حج میروند باید صاحب منزلی اقامتی آباد با شرایط ضروری زیست برای خود و اعضای خاندان باشند و در دوره سفر حج آنها اهل عیالش از لحاظ تأمینات اذیت نکشند.
چنین شخصان همچنین باید مسئله روزگار و شرایط زندگی خویش و تبار کمبیزاتی خود را با اعتبار گیرند. قربانی کردن نیست با چنین شخصان جایز بودند انجام دادن این عمل به کسانی که شرایط درست زندگی ندارند شرط نیست. برعکس آنهایی که دارای امکانات وسیع مادی و مالی می باشند باید یک قسم گوشت قربانی کرده خود و دیگر صدقه و خیرات خود را به یتیمان و معیوبان، شخصان نیازمند و عائله های کم بضاعت دهند. همچون هنگام برگزاری عید و آراستن دسترخوان عیدانه ما باید احکام شریعت را در خصوص زیان اسرافکاری رعایت کنیم و فرموده قرآن کریم را که اسرافکاران را برادران شیطان شماریده است از یاد نبراریم. فراموش نباید کرد که تاریخ پیدایش و نام عید قربان معنای دسترخوان پردرده و آراستن و به توی ضیافتخوری تبدیل دادن این عید صرف دینی را ندارد. حاضرین گرامی، در پیشرفت بخش‌های گوناگون حیات کشورمان خدمت صدها نفر فرزندان معروف ناحیه خیلی بزرگ است که امروز تجربه و کارنامه آنها از جانب افراد وطن دوست با ننگ ناموس در ساحه‌های مختلف حیات ناحیه ادامه داشته شاگردان و دستپرواران آنها برای پیشرفت وطن محبوبمان صادقانه خدمت کرده ایستادند. وظیفه رهبران و فعالان ناحیه، رئیسان جماعت و محله ها، اهل ضیا و شخصان آبرومند و تجربه دار از آن عبارت است که منبع نیز مردم و خصوصا جوانان را به تحکیم صلح و ثبات، رعایت قانون و ترتیبات، کارهای سازندگی و آبادکاری و صرفه و سرشتکاری هدایت نموده اجرای عملهای نیک انسانی از جمله دستگیری یتیمان و معیوبان و عائله های کم بضاعت را در میان اهالی توسعه بخشند. باور دارم که مردم همت بلند و با ننگ ناموس ناحیه خاورین در آینده نیز با زحمت سازنده برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن زادگاه خویش و وطن محبوبمان سهمی وطن دوستانه خود را میگذارند. در آخر جشن 28مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان محبوب ما را که بعد چند روز فرا میرسد با همه ساکنان شرفمند و مهمان نواز این دیار زیبا منظر کشورمان تبریک گفته به هر یک خاندان مردم ناحیه روزگار آباد و آسوده و فیض و برکت آرزو می نمایم. دائما سلامت و سربلند باشند هموطنان عزیز.